من یوسفم و اینجا چنل خودتون گیم یوتوپی است. برگشتیم با یه ویدیوی دیگه از بازی لوردز آف فالن و قرار تو این ویدیو بهتون نشون بدم که چطور میتونیم قوی ترین شمشیر یا همون سورد بازی رو از اول بازی با زدن اولین باس بازی به دست بیاریم. پس با من باشین تا بهتون نشون بدم. بزن بریم. خب دوستان، اولین باس بازی رو که بزنید، یعنی از این حالت، از این قسمت که بیایید داخل، اولین باس بازی که اسمش پیتاست اسپان میشه اینجا و وقتی اینو بزنید دسترسی دارید به همین شمشیری که الان دست منه، همین سورد بازی، و از اول گیم میتونید بهش دسترسی داشته باشید. وقتی که زدیدش از داخل این درک بیایید داخل، برید پایین میرسید به اسکای رست که یه جوری میشه گفت دیگه سیف زون بازیه و هیچ گونه انمی و دشمنی این قسمت بازی نداره. بعد که اولین باس بازی رو زدید بعد برید جلوتر، جلوتر از گیم میرسید به یه وستیج، همون وستیجی که بهتون نشون دادم تو ویدیوهای قبلی، وستیج بلروم که میشه پنجمین وستیج. میرید داخلش. خب از این وستیج برای گرفتن این شمشیری گفتم از اول بازی قابل دسترسه. لازم وقتی به این قسمت از بازی رسید و این محیط براتون آشنا بود بدونید که دیگه وقتشه که برید دنبال ریممبرنس باسا و همین شمشیر پیتا و آرمرش که اول از داخل این قسمت میریم تو. بدن این هم کاری نداره. میتونید بزنید اینا رو، میتونید نزنید، زیاد کار خاصی نداره. دوباره شما پرچه پایین، یکی هم اینجا بایستاده که حواستون باشه یه وقت از پشت نزنه. مثل این اگه بتونید از راه دور اینا رو بزنید که خیلی راحت تره و دردسر اینا رو بعدا نداره. بعد بپرید روی این دیگه چوبی که اینجاست، اول دوباره میپرید روی این یکی. یه دونه دیگه از این کله میخیا دوباره اون ته هست که با همون روشی که تو ویدیوی اول بهتون نشون دادم. اینم میزنید، برید جلو، میرید جلو، میرید جلو، روشو میگیرید، میکشید یه سمتی. اگه بمیره خوبه که فکر کنم. بله موضوع همین راحت. بعد کاری که میکنید از نردبون میریم پایین. اینجا باید بریم به آمرال رلم. تو که از اینجا نگاه کنید هیچی این پایین نیست. یه وقت برید تو آمرال رلم اینو میبینید که از این نردبون اول میریم پایین. یه سری انمی اینجا هست. شما چیزی که میخواید، چون من علاوه قبلا برش داشتم الان دیده نمیشه، ولی باید با اینو با کلیک راست لوتی که اینجا هست رو بکشید بیرون. میتونید برای راحتی کار اول اینا رو بزنید که تو دست و پا نباشن. چون وقتی که شروع میکنید لاک کردن روی این اسکلتی که این وسطه، این ممکنه اشتباهی لاک بکنه رو بقیه ممکنه لاک بکنه رو بقیه نمیه ولی میره رو مختون. بهتره اول همشون رو بکشید، بعد لیتی که اینجاست رو با هم کلیک راست میکشید بیرون. بعد برمیگردیم به همون وستیجی که توش بودیم. خب از اینجا برمیگردیم به اسکای رست، همین سیف زونی که بهتون گفتم. از اینجا میرید تو آمرال رلم دوباره با کیو، چون این ملهو این که اینجاست فقط تو این آمرال رلم هست و اگه حالت عادی بیاید اینجا این فضا خالیه و این نیستش. بعد کاری که میکنید که باش حرف بزنید، اون لوتو همون بالی که اونجا گرفتیم و اول بهش میدید. بعد که اون بالا رو دادید بهش، این آفر ریممبرنس اینجا باز میشه. از اینجا که بزنید روش
ریممبرنس همه باس هایی که زدید رو میتونید از اینجا بگیرید. حالا این پیتا اولین باسی که گفتم همین، حالا چون من هم آرمرش هم رو گرفتم همین شمشیرش رو گرفتم اینجا نشون نمیده، ولی برای گرفتن ریممبرنس هم هر کدوم، حالا چه شمشیرش چه هر کدوم از تیکه های آرمرش، نیاز دارید که آمرال سکاورینگ داشته باشید که قبلا ویدیوی فارم کردنش رو گذاشتم و این بالا میذارم که خواستید ببینید ویدیوهای قبل اینه، بزنید روش پیداست. و بعد از این میتونید دیگه شمشیرش رو بگیرید. شمشیرش هم سوردش هم چیزیه که تا آخر بازی میتونه کری بکنه. مشخصاتش هم اگه بخوام بهتون بگم، اگه برگردیم دوباره سر همین وستیج یه بار رست کنیم. اینه که تا حد اکثر تا این مثبت 5 بتونید آپگریدش بکنید و دمیجش هم که اینجا میبینید تا آخر بازی چیزی بود که جواب بود، من ازش استفاده کردم و خیلی راحت با سرم باش میتونید بزنید، مشکلی نه. این بود از ویدئوی امروز در مورد شمشیر پیتا. ویدئوهای بیشتری در مورد آپگرید کردن یا اسپلای بازی میذارم به زودی و خوشحالم میکنه که ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، چنل سابسکرایب کنید و تا ویدئوی دیگه میبینم.